یه گوشی اقتصادی جذاب از برند فوق‌العاده شیائومی تو سال 2023 که به تازگی وارد بازار کشور ما هم شده و اتفاقاً طرفدارای خوبی هم به خودش جذب کرده. شیائومی ردمی 13C در واقع نسل بعدی شیائومی ردمی 12Cه که فروش بالایی رو تجربه کرد و در واقع کاربرا رو تا حدود زیادی از خودش راضی نگه داشت. امروز تو این ویدیو میخوام براتون شیائومی ردمی 13C رو باز و بررسی بکنم. فقط یادتون باشه که این گوشی با نام پوکو 3065 هم تو بازار کشور ما موجوده. فرق خاصی با هم ندارن، یعنی شیائومی ردمی 13C و شیائومی پوکو 3065 هر دو یه گوشی هستن که اینور تو برند ردمی تولید شده و اینور تو برند پوکو تولید شده. امکانات این گوشی کاملا یکسانن و واقعا تفاوت چندانی با هم ندارن. فقط کسایی که از رابطه کاربری پوکو بیشتر خوششون میاد برن به سمت پوکو 3065. با این ویدیو همراه باشید ببینیم داخل شیائومی ردمی 13C چه خبره. سلام به فوناکتیویای گل گلاب و دوست داشتنی و عاشق. خیلی خوش اومدید به رسانه خودتون فوناکتیو. مثل همیشه عاشق و ارادتمند همه شما حمید هستم، جاتون توی قلب منه. شیائومی ردمی 13C یه گوشی تو بازه قیمتی اقتصادی حدود 6 میلیون تومان، 5.5 میلیون تومان، حالا یه ذره بالا پایین با حافظه های مختلف تو بازار کشور ما موجوده که به اسم پوکو 3065 هم گاهن داره فروش میره. 8.1 میلیمتر ضخامت و 192 گرم وزن داره. بخش جلویی این دستگاه از جنس شیشه گوریلا گلاس ساخته شده و بخش پشتی و فریم هر دو از جنس پلاستیکه. یعنی این گوشی کاملا یه قاب و بدنه پلاستیکی روش قرار گرفته. وقتی این گوشی رو توی دست میگیرید حس گوشی‌های بالا مدل بهتون نمیده، ولی اونقدر هم شما رو ناامید نمیکنه. در بخش جلویی دستگاه حدوداً 83% صفحه نمایشه و یه دونه ناچ قطره‌ای در بالای این صفحه نمایش برای لنز سلفی قرار گرفته. اما وقتی قاب پشتی این گوشی رو نگاه میکنید فوناکتیویا، در نگاه اول شما یه ماژول مستطیلی شکل میبینید، اما در واقع اون ماژول هیچ برآمدگی و بیرون زدگی خاصی نداره. یه تفاوت رنگ بین اون ماژول مستطیلی شکل و بقیه قاب پشتی وجود داره که در واقع با یه خط مستطیل طور و یه رنگ جداگانه اون ماژول مستطیل طور رو جدا کرده و داخل همون فاز مستطیلی دو تا ماژول دایره‌ای شکل دوربین بیرون زدگی داره که تو یکی از اون دایره‌ها یه دونه لنز و تو یکی دیگه دو تا لنز دوربین قرار گرفته، به علاوه فلش دوربین و لوگوی ردمی یا لوگوی پوکو. به هر حال کدومی که از دستگاه رو می‌خرید همون لوگو در قاب پشتی مشاهده میشه. اما در لبه های این دستگاه چه خبره؟ در لبه پایین دستگاه اسپیکر و میکروفون به علاوه درگاه تایپ سی رو مشاهده می‌کنیم. لبه بالای گوشی فقط یه دونه جک 3.5 میلیمتری هدفون داره و خبری از چیزای دیگه نیستش. لبه سمت چپ یه دونه شیار سیم کارت 3 شیاره که دو تا سیم کارت رو همزمان با یه کارت حافظه پشتیبانی میکنه و لبه سمت راست گوشی هم یه دونه کلید پاور که سنسور اثر انگشت توش قرار گرفته به علاوه کلیدهای ولوم مشاهده میشه. اما بریم سراغ صفحه نمایش این گوشی ببینیم شیائومی برای این گوشی اقتصادی چه صفحه نمایشی رو در نظر گرفته. این گوشی از یه صفحه نمایش بزرگ و غول پیکر 6.74 اینچی استفاده میکنه که از نوع IPS LCDه، یعنی پنل IPS هستش و از صفحه نمایش AMOLED تو این گوشی استفاده نشده. حد اکثر رفرش ریت 90 هرتزی رو در اختیار شما قرار میده. پیک روشنایی 600 نیتی داره و رزولوشن HD پلاس که در واقع 260 پیکسل در هر اینچ به شما تراکم پیکسلی میده. تو این بازه قیمتی به نظر کافی میاد، اما به هر حال گوشی‌های بهتر از این گوشی هم اگر بگردید میتونید تو همین بازه قیمتی پیدا بکنید. حدود 83% از بخش جلویی صفحه نمایش از محافظ گوریلا گلاس استفاده میکنه و از گواهی SGS هم بهره میبره. این گواهی در واقع تو استفاده های طولانی مدت باعث میشد که نورهای آبی ساطع شده از صفحه نمایش یه مقداری کاهش پیدا کنه و چشم کاربر رو کمتر اذیت بکنه. بریم تو بخش سخت افزار این دستگاه ببینیم شیائومی چه چیپستی رو برای این گوشی در نظر گرفته. شیائومی برای ردمی 13C یا همون پوکو 3065 یه چیپست مدیاتک هلیو G85 که 12 نانومتریه رو در نظر گرفته. 8 تا هسته CPU داره با این چینشی که بهتون میگم. 2 تا هسته پرمصرف 2 گیگاهرتز کورتکس A75 و 6 تا هسته کم مصرف 1.8 کورتکس A55 به همراه یه دونه پردازنده گرافیکی مالی G52 که البته تو این بازه قیمتی و این امکانات مناسب به نظر میاد. این گوشی تو این بازه قیمتی میتونه برای بحث گیم و بازی هم شما رو ساپورت بکنه و راضی نگه داره. به غیر از بحث صفحه نمایش و روشنایی و IPS بودن، تو بخش سخت افزار میتونه به راحتی خیلی از بازی‌ها رو با کیفیت مطلوب براتون
اجرا بکنه. از لحاظ نرم افزاری هم میوآی 14 سوار بر اندروید 13 تو این گوشی به صورت پیش‌فرض استفاده شده. یه دونه لایک و یه قلب سبز برای من یادتون نره، کلی انرژی بدید. بریم ببینیم تو بخش اسپیکر و دوربین این دستگاه چه خبره. این گوشی تو بخش اسپیکر متاسفانه اسپیکر استریو نداره. خب به هر حال بازه قیمتیش اقتصادیه، اما میتونست یه دونه اسپیکر استریو هم حداقل توی ایرپیس داشته باشه، اما نداره. این گوشی از یه اسپیکر تکی استفاده میکنه که در واقع همون یه دونه خروجی در لبه پایین قرار گرفته. البته جک 3.5 میلیمتری هدفون هم در لبه بالایی گوشی بهتون میده که میتونید از هندزفری‌های سیمی به صورت مستقیم استفاده بکنید. میزان صدا کافی به نظر میرسه، اما کیفیت صدا نه چندان عالیه. شما رو میتونه راضی نگه داره. همین که اسپیکر استریو نیست، خیلی از کاربرا توی بازی کردن و توی فیلم دیدن ممکنه ناراضی باشن. اما تو بخش حافظه، شیائومی برای این گوشی 3 مدل حافظه در نظر گرفته: 128/4، 128/6 و 256 با رم 8. حافظه ها متاسفانه از نوع eMMC 51 که در واقع سرعت نه چندان بالایی رو بهتون میده. حداقل میتونه UFS 2.2 باشه، اما نیست. eMMC 51. ولی خب رم های استفاده شده LPDDR4X هم و این میتونه راضی کننده باشه. کارت حافظه رو هم به صورت جدا از 2 سیم کارت پشتیبانی میکنه و شما میتونید حافظه اون رو ارتقا بدید. بریم تو بخش دوربین ببینیم شیائومی تو بخش دوربین چیکار کرده، آیا راضی کننده هست یا نه. 3 تا لنز دوربین در قاب پشتی توی 2 تا ماژول دایره‌ای چیده شده که بیرون زدگی متوسطی از قاب پشتی دارن. لنز اصلی یک لنز واید 50 مگاپیکسلیه که فوکس خودکار رو به صورت PDAF پشتیبانی میکنه، ولی خبری از لرزشگیر اپتیکال نیستش. اما لنز دوم یک لنز ماکروی 2 مگاپیکسلیه و فوناکتیویا لنز سوم خود شیائومی اعلام کرده آگزیلری لنز، یعنی در واقع یک لنز کمکی 800 مگاپیکسلی که دقیقاً نقش این لنز رو شیائومی بیان نکرده که چی کار میکنه. حدس من اینه که در واقع این لنز همون نقش عمق سنج رو برای گرفتن پورتره ایفا بکنه، ولی با این حال مشخص نیست دقیقاً این لنز قرار هستش که چیکار بکنه، چون کیفیت نه چندان بالای 800 مگاپیکسلی اصلا ممکنه به کار خیلیا نیاد. اما یه دونه لنز سلفی واید 8 مگاپیکسلی هم در ناچ قطره‌ای بالای صفحه نمایش قرار گرفته. اما این گوشی تو بخش ویدیو میتونه برای شما فقط و فقط توی لنزهای اصلی و سلفی ویدیوهای فول اچ دی 30 فریم بر ثانیه ضبط بکنه و هیچ خبری از ویدیوهای 4K و یا 60 فریم نیستش. بریم تو بخش امنیت این گوشی. تو بخش امنیت این گوشی یه سنسور اثر انگشت روی کلید پاورش لبه سمت راست داره که سرعت و دقت مناسبی داره و یه سنسور تشخیص چهره 2 بعدی هم بهتون میده. طبعا سنسور اثر انگشت امنیت بیشتری نسبت به تشخیص چهره در اختیار شما قرار میده. تو بخش باتری شیائومی برای گوشی ردمی 13C از یک باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعتی با فست شارژ سیمی 18 وات استفاده کرده. این گوشی توی رنگبندی‌های مشکی، آبی، سفید و سبز وارد بازار کشورمون شده و در حال حاضر با گارانتیش موجود هستش. فوناکتیویا ازتون خیلی ممنونم که با بررسی یه گوشی اقتصادی دیگه از برند شیائومی که اتفاقا جدیدم هست تا انتها با من همراه بودید. یه لایک و یه قلب سبز برام بزنید، کلی انرژی بهم بدید. ویدیو رو برای دوستاتون شیر بکنید، شاید اونها هم بخوان از گوشی‌های اقتصادی خرید بکنن، با این گوشی هم آشنا بشن. اگر تا حالا عضو کانال خودتون یعنی فوناکتیو نشدید، حتما کلید سابسکرایب و زنگوله بغلش رو بزنید و عضو خانواده دوست داشتنی فوناکتیو بشید. کامنت خودتون هم درباره گوشی‌های اقتصادی شیائومی به خصوص ردمی 13C برای من بنویسید. مثل همیشه عاشقتونم، دوستتون دارم. هر جا هستید موفق و شاد باشید. یا هم